برایم بهترین مردی پدرجان، بسد مهرم بپروردی پدرجان. مرا با مهنت و نان حلالت کلان کردی پدرجان. السلام علیکم بیننده های شبکه شهنام. امروز اولین روز بهار گویم، اولین سال شماری خود را گویم که امروز 22 مارس سال 2022 ما برای تبریک کردن پدر عزیز خاندان تاقا جان عزیز عظیم تاقا را از نام فرزندانشان، از نام پسر و دخترانشان تبریک گویی آمدیم. از نام کلین و دامادها تبریک میگوییم. آن لحظه های بسیار هم فراغتی را پیشکش شما میکنیم که در حقیقت خود از این پدر عزیز، خود از این ابرمرد خاندان چندین سالها باز برای فرزند، برای عائله‌شان، برای رونق و رواجیابی تمامی مهنت و زحمت کشیده، برای آنها حیات خود را فدا کرده، بخشیده کردند. امروز در حقیقت آن مهنت های حلال بوده است که فرزندان عزیزشان در روز خرسندی، در روز زادروز پدر عزیز را تبریک میگویند. البته با ما باشند، آن لحظه های خرسندی را همجایه با شما پیشکش میکنیم و به هم میبینیم. رفتیم. السلام علیکم پدران، مادران عزیز، مهمانان امروزه خانواده عظیم تاقا. من امروز در یکی از روزهای بهاری، در روز خرسندی، بعد از که الکی چند ساعت ها شد نوروز عجم را جشن گرفتیم، امروز در این خاندان، در این سلاله کلان، یکی از آن نفرانی که پیری دعاگوی همین اولاد و سلاله عظیم تاقا را امروز تبریک گویی آمدیم. البته یک تا کرسک زنیم اگر یا نمو تکلیف میکنیم. مرحبا. میستیم شهرزاده که لیفارایتی محمد عظیم تاقا امروز زادروزتان مبارک، امروز مولود خجسته را مبارک باد میگیم. حضور دیدیم که نبیره ها کده هم جایه شوخی کرده، 96 ساله کردیم. بگذار الان خیلی عمری دراز را خداوندی عزیز نصیب گرداند. امروز مولود خجسته تان را صمیمانه مبارک باد میگیم. زادروزتان مبارک. مانند همون کوه‌هایی که شما ضبط کرده، مانند همون کوه‌های بلندی آهنی همیشه سربلند باشه. عمرتان مانند درختانی که همچون ارچه‌های عمرش درازی، همین دهه عزیزمان عمری دراز را برای شما می‌خواهیم. حضور و حلاوت همین فرزندان عزیز، دختر و پسر عزیز را دیده برای نبیره ها دعاگوی شده گشتن نصیب کنند. امروز شما تبریک میکنیم از نام شهرزاده که، از نام نیلوفرایتی، از نام نصیبایتی، نظیرایتی، از نام کلین پاشا، دامادها و از راهی دور که ما صبحی سحر باز همراهی اولوگویگه گپ میزنیم، دامادتان از نام آنها تبریک میگوییم. گفتند که پدر عزیز ما را تبریک گویید که این شخصیت حیات خودشان را، من جوانی و تمام زندگی خودشان را برای ما بخشیده کردند. چندین سالها در همین کوههای بلند برای ما زحمت و مهنت ها کردند. در هواهای خنک، در هواهای گرمی، همین تابستان و زمستان فقط مهنت میکردند و زحمت میکشیدند. یک بار از زبانشان دشوار گپی بد نفهمیدیم. برای ما هر یک گفته های ما مهیا بود. برای ما حیات خود را فدا کردند. ما میخواهیم که دوام عمر مادرم و پدرم بدهد و عمر پدرم دراز شود، روح ارواح گذشتگان شاد باشد. البته خداوندی عزیز روح ارواح گذشتگان را شاد باشد که جمیله خانه یکی از مادران مهربان، یکی از یگانپاشوهای زیبای ما بودند. خداوندی عزیز رحمت کند. بود است این تقدیر بود است که امروز دور از فرزندان هستند. بگذار از آن آسمان بهره امروز فرزندان خوشبختانه نگاه میکنند. روح و ارواحشان شاد است که در این خاندان زیبایشان پر از خرسندی است، پر از خوشبختی است. امروز زادروز شما است. امروز از نام همین فرزندان عزیز، از نام دخترکان نازنین، از نام پسرتان، از نام کلین پاشا برای شما میگوییم پدر ما در وقتی تنگی ها، در وقتی دشواری ها همچون دنیا هستند برای ما. پدر ما در وقتی آن خشکی که آدمیزاد خیلی تشنه میماند برای ما همچون دریا هستند. در تاریکی ها که راهی خود را نمیابیم برای ما همچون شمچراغ و همچون آفتابی زندگی ما هستند. و برایشان، برای پدر عزیزم رسانید که پدر در تشنگی دریا،
پدر در تنگی ها دنیا، پدر دارو، پدر درمان، پدر روشنگری دلها، پدر هم مشکل آسان است، پدر هم مرهمی جان است. اگر خرسند کند ما را همان دم چهره خندان است. پدر باشد نباشد غم، نباشد مشکلات هر دم. پدر نیروی فرزند و پدر یک عالمی بیغم. پدر رهبان انسان است، چو شمع تا روز فروزان است. دل افروزی ترنم ها پدر جان است، پدر جان است. پدر عزیزی ما حاضر که الان خیلی صحت سلامت هستن، برای ما فقط میخواهیم که الان خیلی صحت سلامت گردن. هیچ وقت دمی بیماری را نبینن و هیچ وقت خسته نباشن. مانند امروز فقط صحت سلامتی سربلندی ترک نسازد. این خیلی جوانیشان با این خیلی ابرمردیشان با چشم نرزد. ما بفخر فرزند این خیلی پدر هستیم و برای زادروزشان برای پدرم رسانید که روز مولود مبارک پدرم، پدری قابل و صاحب نظرم. چون هما سایه فکن بر سر من، با دعای تو صاحب زفرم. پدرا عمر ببینی چو هیزر، دستی تسکین تو بادا بسرم. نوری چشم است اگر چی فرزند، پدرم هستی تو نوری بسورم. راحتی ما بود ارزانی، جان دهم جان عزیزت بخرم. ما عصایی دمی پیری ای تویم، پدرم ای پدری معتبرم. با قدی طلعتی پیرانه خود، سالیان گرد پیشی نظرم. بگذارم خیلی پیر شدگیشان با در سری ما فقط گردن اگر ما از هیچ کس کم نباشیم و از هیچ کس کم نمیشویم. گفتن امروز روزتان تمام مهمانان را با نوروز عجمبار دیگر تبریک میگیم. حاضر دلفرویتی یک تا همه فرزندان تبریک میگن. تبریکاتی نیکش مایاد را میشنویم. مرحبا. السلام علیکم خوشوندان محترم، خوش آمده به درگاه پدری ما. امروز که ما جمع آمدیم سبب پدرم بودم. 120 پدرای هنوز 120 ساله شوم، پس از آن پیر شوم. صاف سلامت گردن سرکای مومبا، به جای بیمم به جای خودشونم مومبا الهی مددگار باشند، صاف سلامت گردن. صد پدرای درجه رحمت سلامت باشند. مرحبا شهزاده که رحمت مبارک باشد. البته قوت دیل است فرزند، هر یک فرزند جاده خود را دارد. من چند روز شد همه روز شد چند ساعت شد آن یاد کردگی ها، آن پزمانی ها حالا نبرآمده است. آن مسافرت و گشتگی میداند که مهری مادر مهری پدر چقدر بودن است. من امروز شهزاده که همچو تحفه همچو یک یادآوری در روز خرسندی پدر مهمان شده آمدن در خاندانی خودشان. امروز پدر را تبریک کنی آمدن. بگذار هر بار در این خاندان روزهای خرسندی باشد. باز یک دخترشان شهنازایتی. مرحبا دختر چند سال موزه авваланбор ассалому алайкум, хуш омаде ҳами акотон ба даргоҳи назирабону. мама илоҳим саракому соҳ саломат дашта, давлати саромон асте, ҳурмат мекунем туна, назм мебинем туна. илоҳим дарду ғам набине, апишти бача кутун ҳузуру ҳаловат бине. умри мондагӣ биимлома шумо додагӣ бошаю, невара эвара чевараҳоя дида вақто davlat bine. Sarakomu sağ verdi. Rahmat mübarek bاشد. زادروز مبارک. از امتحان حاضر آمدم و پدرم گفتن که از نام من تاقات تبریک کنم. رشته ما حالی هم من چندین سال ها گذشت که رشته خشیگرای کنده نشده است. از نام عائله خود، از نام عمک ها، اما پدرم، عائله ما تبریک میکنیم. یک انسان نیک هستند، یک انسان خاکسار هستند. وصف کنیم می ارزد. حاضر تبریک کردم از نام فرزندانشان، از نام خود من تعریف میکنم. یک انسان نیکنام هستند. ما که خرد بودیم کوه میرفتیم باغ‌هایشان بعد. چهره کشاد که مایا بهر شما میگفتم. نمیماندم که شب نم
محترم بمانیم. انمون کلوبایی که همچی یک جهان وسیع بود، در آنجا برای ما آشیانه میدادن و برای ما همه چیز را تیار میکردن. دلشان پر از سفیدی است. میخواهیم که در حقیقت مانند همین کوههای بلند عمری دراز کنید. از انتهای امروز روز خرسندی مبارک. امروز مولود خجسته را باری دیگر مبارک باد میگوییم. نبیره ها تبریک میکنند. بیار بگ مرحمت. السلام علیکم مهمانان و میزبانان. من بابام را با روز زادروزشان تبریک میکنم و بابام عمری دراز کنه. رحمت مبارک باشد. حاضر در دست نبیره عزیز خدایبردی میبینیم یک کتاب قرآن قیمت بهاترین دنیا را که برای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل شده است. در تمام روی دنیا تن گرفتن که اصلا کتاب قیمت بهاترین است. ولی بابا جانی ازشان تیار کردیم. آبی زمزم که خود از مکه مدینه آمده است. آن کسبه هر آن چیزی که هست وقتی پدری عزیزی خاندان وقتی بابا جان یک تا کسبه که وقت میزنیم زاد روز مبارک باشد. مبارک باشد. مبارک باشد. مرحمت خدایبردی حاضر بابا جانشان شرکت تبریک میکنیم. مرحمت. السلام علیکم بابا جان 100 ساله شوه چی زیر کداگی باشیم همه شوه شوه 100 ساله شوه. رحمت اگه روش بزیخ نمیکنه بوده حاضر باز یک تا دخترکی نازنین که علکه چشمان است و عشق حلقه زد برای بابا جان است بسیار دوست می داشته است. یک تا نمی گلدسته گفتن که برای ما از چهره مادر را میبینیم برای خواهر کلامی ما برای نیلوفرایی گلدسته است. البته گلدسته را به خالجانشان میسپاریم و تبریک میکنیم. مبارک باشد. مرحمت. رحمت مبارک باشد. حاضر مهمان ها بیرون بایستادن تکلیف میکنیم. مرحمت. اما جان ها بتوان کنی بیه. مرحمت. السلام علیکم. یوسف آمد یکی از انسان های اما جان های عزیزی ما. مبارک باشد. دیداربینی زادروز نوروز همش بالای هم است. امروز روز خرسندی مبارک. پیش از آن که حاضر آمده وقت سلام خود را به مهمانان میرسانیم. علامت آقای عزیزی ما را تبریک میکنید. باز به اینجا یک سورپریز هست. مرحبا. اولا با رحمت کلام حرمت کده آمده اکوی ما لیم اکوی ما ساق سلامت باشن عمره دراز بینن کیفیت‌های ناز بینن اینا بیننده همه خیلی تقدیر توگره آمده که روز نوروز بچه اینا بیننده شادمانی کنجی آتایشتگی چهره پره فایز برکت لیم آواز همه درگاه شما فایز برکت کنجی آتایشتگی بودر علاوه همه نواره کویا دکتر کویا فرزنده بینی تیزاردون بینم خود یک لاتری باریم نبیننده همه روز آمده یک خط کامند زنه سری داده حقیقتا سری داده ده اکی عزیز همه حق باشه اکی جان همه آوروی گذاشتگان اینیم شاد شد شما با اونا ینگه ها بیلیم آوروشون شاد باشن الان اینجا گشتن دیدم دماغشون شاد بیلیم ها در پشت پرماشون مانا نگاه دارم دعا کرده استان الان مان بیدرد و بیغم و اصل زندگی کنین اولا شما با صحت سلامتی آقا جان
Fakat ro'yda aylanadi. Ham moldimiz siyat salomati, ro'yda Navruz, hamma xonadonlar shodmonlik beradi. Fatih bahor, teri puri, fayz baraka, mehri oqibat, raft omad, hech boshqandan shu. Sog' bo'ling. rahmat salomat boshlan tarafda esa hamisha esa man guftamki surpriz hast hozir az nomi anamin khohari azizam naziroiti az nomi jiyanha yak همچو توفه ارزنده همچو رمزی دوستداری برای امکجانشان انمی جامعه های زرین را تیار کردن حتی قصه که وقت خواهد زنیم زاد روز مبارک روزی خورسندی مبارک برای شما مبارک باشد مبارک باشد البته حاضر ملیکا بانو نبیره کلانی هم نبیره کلانی حاضر خاندان تبریک میکنن مرحمت السلام علیکم مهمانان گرامی خوش آمدید. لطف فرمایید که من شخصا از نام خودم بابا جانم را با روزی زاد روزشان تبریک میکنم. بابا جان الهیم صد بداره دلتان چی آرزو و نیت باشد الهیم جامعه عمل گردد اثر همه ما ساق سلامت گرشته وقتی ما دیده گردید. رحمت مبارک باشد اکرام شیرینی را دختران نزدیکتر استیم فرزندها کلین پاشا چرزاده که همه همجای استیم شما هم استید خوش مرحمت پیششون با نزدیکتر بیار منم یوسف احمد ما نیت کرده 96 ساله کردیم الان خیلی 96 سالگی ها شما میبیاییم خدا خواهد الان خیلی تالتا را گیرانده باز خیلی بزم جمشیدی را یک جای تشکیل میکنیم یک تا تیار کنیم نه میستاد هفتون میستاد کار دا بیارید شد کار تیار همی؟ داره اینه؟ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. مبارک باشد Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. رحمت سلامت باشن مانده نباشن البته به حضور مهمانان شنیدانهای ما سخنهای تبریکاتی رو یک تا میشنویم عرفیت ما میگویند که اما آمد همه آمدن جز اما جان عزیزی ما اما خاندان زلفی اما حضور دارن یک تا شرکت تبریک میکنیم مرحمت یک تا بعد از آن خاله جانشان مرحمت السلام علیکم
علیکم مهمانان عزیز، خوش آمدید همتون به درگاه اکه ما. امروز روزی زادروز اکا جان شما رو با روزی زادروزتون تبریک و تهنیت میگویم و شما صحتمندی عمر دراز و خوشیهای تمام دنیا رو تمنا دارم. تا دنیا هست باشه، همه وقت در سری ما راست باشه اکا جان. خوش آمدید باز یک باری دیگر. من همین پسراشون، دختراشون، نیوراشون، من اوکشون چی نیتا کردن همین نیتی هم کس به مهنم خوشی همین رو با الهیم ساعت بدرون پاچون بیدر شوند، بیرن شوند، سری همین رو به سویابون شوند چی نیت کنن نیتشون بدرون راست همین رو رحمت در نفال از جیاناشون السلام علیکم مهمونای عزیز، خوش آمدید به درگاه توغا الهیم ساعت بدرون سری همون به صبح سلامت کردن. دوماتا تبریک میکنن از نام خداها المزها ساعت بدره ساعت بدره عمری دراز ببینه زیری باشی یک باید بینه کم بینه کم نبینه فقط خورسنده زمان خورسته رحمت رحمت مرحمت از نام دامادها ساعت بدوی اما که اما وقت خوش خورسان دوک در پیش بزرگ دلیده گرده همه از مکانی شده رحمت همخیلی یاش کردنم حاضر اگر سخنهای تبریک های تمام شدگی باشد مادران هم جای من جیان ها شنیده اینجا یک جای از امتاقه دوره کرده یوسف آمد هم جای وی رقصم خورسندی میکنیم امروزه بعضم را دوام میدهیم امروزه زادروز مبارک نوروزتان مبارک باشد مرحبا Thank you.
که از رقص خورسندی کردیم انتم کلامک سال ما بر وقت آمدیم شما در وقتی خود آمده حاضر یک تا سخنهای تبریکاتی رو میشنویم من در اینجا آقا جان عزیزی ما نیز آمدن هر یکی شما سخنهای نگو میکنید نگویید شما مهمان از تاشکند آمدگی یکی از جگرگوشه های نمی خاندان شنید و حضور شنید حاضر چند خونک نوبت است کردی آماده میرسیم مرحبا Assalomu alaykum. Janoy aziz, kelino, nevaraho. Mana xush omaded dargohi Azimakam va mana imroz sababchi Azimakam ro'zi zodruzishun. Man o'ylamay kunimki man hammaga disarbashdagi hamma niyatoy nasxati omadaga tabrikoy nasxati omadaga suxanoy nasxati omadaga man chi mekhom yodam va avvalish yakimish sog' salomati hamma sog' salomat bo'lsin hamma ko'rmishlar Azim aka iloyim sihat badri sog' salomat bo'lsin mana tagi nevara evara monde hamma xonadon faqat to'yxona shava murodxona shava sog' salomat bo'lsin mana darsaxona aynam ziyod shava nevara evara aynam mo'l shava faqat sog' salomat bo'lsin sad budraydi rahmat savob assalomu alaykum do'ston mehmonlar mezmonlar barodaron xeshtovoron jiyanon mana imroz jam omadem به همه خانوادان برادر عزیز اولا با همه شما میگیم که خوش آمدید نوری دیدن تاجی سر الهی ممی اکای عزیز با فقط خداوند کریم چی عمری دراز داده باشد همه عمر را بینن حضور که فرزندان حضور که نبیره و را چی مینتهای کرده در پیش بینن حضور که همون مینتهای بینن ساق باشن سلامت باشن و همه شما خوش آمدید نوری دیدن تاجی سر رحمت سلامت باشند حاضر جلالک من چندین سالها باز در خدمت وطن هستم از تاشکند آمدن برای تبریک کردن تاغایشان برای تبریک کردن نوروز آیلهشان را حاضر یک تکتا تبریکات را پسی هم میشنویم مرحمت السلام علیکم اولی ما عزیز آقا تبریک میکنیم صبر روی خدا بزرگی عمر بده الهی چی نیت که باشه نیت رو مرسه رحمت شما هم غمزنه رحمت مبارک باشد اکنون کامرای میکشیم و رسم میگیریم برای ضربانخانه تاریخ را مهر کردن یک تا هم تو ششتگی وقت با مردان که دست گیرید اپراتور بعد از آن همراهی مادران صورت ها را میگیریم مرحمت بیو کنی تبریک میکنیم بیو بابا جان براتون که صداده رحمت برج خلنپور بری اناری تشکن بری سیدی سوارخان بری من بیننده های عزیز این بودن یک لحظه خورسندی فراغتی که فرزندان عزیز دختران نازنین پسر عزیزشان امروز خودشان هم سورپریز آمدن برای پدرشان امروز در آمد همین نوروز عجم امروز پدر عزیز خاندان را شاه ستون طلایی همین اولاد و سلاله را از امتقا را که چندین سالهای خود را برای فرزندان برای مهنت حلالشان صرف کردن امروز انمهل حضور و حلاوت فرزندان را میبینند البته با اعتبار فرزندان پدر را تبریک کردن بگذار همیشه باشند و ما در بالا شوخی کردن 96 ساله کردیم بگذار از خداوند عزیز میپرسیم که در سن 96 سالگیشان آمدن در 120 سالگیشان آمدن هم خیلی در روز خورسندی تبریک گوییم و دقت هر یکی شما تشکر میگویم هر روزتان مانند امروز پر از خورسندی و پر از نوروزی باشد رفته جشنی زاد روز شما
در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروزی شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روزی فیروزی شما شادند از آن که روزی فیروزی شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک دل شادیم از غم همه آزادیم مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم صد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک خوشبختی زمان باشه ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه امروز که روزی جشنی زاد روزی شما در زندگی خوب و خوشترین روزی شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روزی فیروزی شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روزی فیروزی شما شادند از آن که روزی فیروزی شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک